من نسرینم. 29 ساله. همیشه توی درس و دانشگاه بودم. از وقتی بچه بودم همیشه یک رویای بزرگ داشتم. هیچ وقت نمیخواستم زندگی مثل بقیه بشه. همیشه فکر میکردم که تنها چیزی که توی دنیا مهمه علم و دانش و رسیدن به یه آینده روشنه. مثل همه دخترای خانواده‌ام. همیشه از بچگی به من میگفتن باید سخت تلاش کنم و به آرزوام برسم. پدرم که معلم بود همیشه به من میگفت نسرین تو میتونی، فقط باید تلاش کنی. مادرم همیشه به من میگفت تو باید از بقیه متفاوت باشی، تو باید یه فرد موفق بشی. این حرفا باعث میشد که هر روز بیشتر به هدفم ایمان داشته باشم. همیشه توی مدرسه و دانشگاه تنها چیزی که برام اهمیت داشت این بود که بهترین باشم. نمیخواستم وقت خودم رو تلف کنم. شبها دیر میخوابیدم و صبح زود از خواب بیدار میشدم تا فقط بتونم درس بخونم. هر چقدر بیشتر درس میخوندم احساس میکردم به هدفم نزدیکتر میشم. شاید هیچ وقت اون چیزی که دلم میخواست نمیشدم، ولی هیچ وقت تسلیم نمیشدم. همه چیز درست بود تا اینکه یه روز توی دانشگاه با علی آشنا شدم. علی یه پسر با یه نگاه خاص بود. شاید در نگاه اول به نظر میرسید که هیچ شباهتی به من نداره، ولی من هیچ وقت نتونستم اون روز رو فراموش کنم. همه چیز درست بود تا اینکه یه روز تو دانشگاه با علی آشنا شدم. علی یه پسر با یه نگاه خاص بود. شاید در نگاه اول به نظر میرسید که هیچ شباهتی به من نداره، ولی من هیچ وقت نتونستم اون روز رو فراموش کنم. روزی که توی راهروی دانشگاه دیدمش، یه پسر با یه چشمای مشکی و لبخندی که همون لحظه قلب من از جاش در آورد. نمیدونم چرا، ولی همون لحظه‌ای که چشمام به چشماش خورد یه چیزی توی دلم افتاد که نمیتونستم توضیحش بدم. یه حس عجیب و غریب بود. علی هر چیزی که میگفت منو میکشون سمت خودش. حرفش ساده اما پر از معنا بود. یه جوری من رو به خودش جذب کرده بود. بعد از اون روز بیشتر با علی وقت میگذروندم. میدونم شاید الان خیلیا بگن چرا باید با کسی که مثل تو درس نمیخونه وقت بذاری، ولی نمیتونستم جلوی این احساس رو بگیرم. علی برام یه دنیای جدید آورد. هر روز حرفای جدید میزد. یه جوری من رو از دنیای دانشگاه و درس‌ها بیرون میبرد. یه روز که با هم بیرون رفتیم و صحبت کردیم، حرفایی زد که منو به خودم آورد. نسرین، چرا همیشه اینقدر جدی؟ چرا همیشه درگیر درس و کتابی؟ چرا خودت رو از زندگی دور میکنی؟ اون شب خیلی به حرفش فکر کردم. علی گفت زندگی فقط درس و کتاب نیست. گاهی باید از روزهای معمولی هم لذت برد. و من همیشه فکر میکردم زندگی فقط توی دانشگاه خلاصه میشه. گفتم شاید حق با علی باشه. از اون روز به بعد همه چیز تغییر کرد. کم کم دیدم که خیلی از وقتا به جای اینکه بشینم و درس بخونم با علی وقت میگذرونم. کاری که هیچ وقت فکرش رو نمیکردم انجام بدم. حالا به جزئی از زندگیم تبدیل شده بود. خیلی سریع فهمیدم که این انتخاب‌ها دارن زندگی منو تغییر میدن. یه طرف دنیای درس و دانشگاه بود که همیشه برام مهم بود و طرف دیگه علی که برام یه دنیای متفاوت ساخته بود. چند ماهی گذشت و من بیشتر و بیشتر از همیشه درس و برنامه‌هایی که برای خودم داشتم دور می‌شدم. حتی امتحانایی که باید میدادم رو هم از دست میدادم. توی دلم به خودم میگفتم نسرین، تو اینجا چی کار میکنی؟ این زندگی که داری میسازی زندگی واقعی نیست. اما از طرف دیگه نمیخواستم علی رو از دست بدم. درست در همون روزها که داشتم به خودم میگفتم شاید باید بیشتر روی درسم تمرکز کنم، یه لحظه به خودم اومدم. یاد روزایی افتادم که همیشه میگفتم میخوام دکتر بشم. یاد اون شبایی افتادم که با پدر و مادرم مینشستم و از آینده حرف میزدیم. توی دل خودم میگفتم آیا علی میخواد من از هدفم فاصله بگیرم؟ آیا این چیزی که من میخواستم واقعا زندگیم رو تشکیل میده؟ اون روزها برای من یکی از سخت‌ترین روزها بود. اما تصمیم گرفتم که برگردم به اون راهی که همیشه میخواستم. دوباره به درس و دانشگاه برگشتم. هرچند که اشتباه زیادی کردم و هنوز هم خیلی چیزا برای جبران داشت، ولی برگشتم به اون راهی که همیشه میخواستم احساس بهتری بهم میداد. من نسرین بودم، دختری که همیشه در دل کتابا و درس‌ها غرق شده بود. اما حالا میفهمیدم که زندگی چیزی بیشتر از درسه. یه روز که داشتم فکر میکردم به این همه تغییراتی که توی زندگیم افتاده، یادم اومد که چطور همیشه فکر میکردم فقط باید درس بخونم و هیچ چیز دیگه‌ای مهم نیست. اما حالا بعد از آشنایی با علی یه عالمه چیزای جدید یاد گرفتم. وقتی میگم جدید، منظورم این نیست که حالا یه تغییر فوق‌العاده توی خودم دیدم. نه. ولی یه چیزی رو فهمیدم که همیشه نمیتونم خودم رو فقط توی درس و کتاب محصور کنم. اما علی این رو بهم یاد داد که زندگی فقط درس نیست.
علی بهم نشون داد که برای رسیدن به هدفها باید یه خورده از مسیرمون منحرف بشیم، تجربه کنیم و یاد بگیریم، از خودمون و از لحظه‌ها لذت ببریم. همین که باعث شد که یکم به خودم بیام. به خودم گفتم شاید وقتشه که به خودم فرصت بدم که توی زندگی یه جورایی بی‌دغدغه تر باشم. نه اینکه همه چیز رو فراموش کنم یا هدف‌ها رو کنار بذارم، نه. فقط گاهی باید به خودم حق بدم که استراحت کنم. البته اینکه گفتم به خودم استراحت بدم اصلا به این معنی نبود که دیگه نمیخوام درس بخونم یا به هدفم نرسم. نه، اصلا اینطور نبود. ولی فهمیدم که باید به خودم این فرصت رو بدم که از زندگی بیشتر لذت ببرم و یاد بگیرم چطور توی لحظه ها زندگی کنم. نه اینکه همیشه توی فکر آینده و چیزایی که باید داشته باشم. یه روز به علی گفتم خب حالا که من دیگه میخوام به این موضوع فکر کنم و خودمو پیدا کنم، تو چی؟ علی یه نگاه به من کرد و گفت نسرین، این همه وقتی که برای درس گذاشتی، الان وقتشه که یه چیزی رو پیدا کنی که باهاش لذت ببری. ولی باید بدونی که زندگی فقط یه راه مستقیم نیست. گاهی باید یه جاهایی تغییر مسیر بدی تا بتونی اون چیزی که میخوای رو پیدا کنی. اون روزها برای من یه زمان جدید بود. زمان شروع دوباره‌ای که هم درس میخوندم هم میخواستم زندگی کنم. و این رو یاد گرفته بودم که نباید از لحظاتی که زندگی بهم میده غافل بشم. هرچند همیشه یه جایی توی ذهنم بود که باید به هدفم برسم. ولی دیگه نمیخواستم از این وسط چیزایی که زندگیم به من میده رو از دست بدم. زندگی من کم کم به تعادلی رسید که توش هم درس بود، هم علی و هم من. من همیشه به خودم میگفتم که هیچ چیزی ارزشمندتر از این نیست که همزمان هم به اهدافم برسم، هم بتونم از خودم و زندگیم لذت ببرم. اینطور شد که فهمیدم زندگی فقط توی کتاب‌ها و درس‌ها خلاصه نمیشه. زندگی واقعی اونجاییه که هم بتونی به آینده فکر کنی، هم حال رو درست کنی. اون روزا همونطور که علی میگفت یاد گرفتم که باید از زندگی لذت ببرم. یکی از شب‌هایی که با هم بیرون رفته بودیم، علی ازم خواست که باهاش به یک کافه برم. من گفتم مگه وقت داریم؟ بعد صبح زود درس بخونم. علی خندید و گفت همین الانم که داری از دست میدی نسرین. زندگی همین لحظه هاست. راست میگفت. من همیشه دنبال فرصت‌های بعدی بودم و هیچ وقت خودم رو توی همین لحظه نمی‌دیدم. اون شب کافه یکی از بهترین شب‌های زندگی من شد. اون شب به خودم قول دادم که بعد یکم بیشتر به خودم توجه کنم. قرار نبود همه چی رو رها کنم، اما می‌خواستم یه توازن توی زندگیم پیدا کنم. ولی راستش هنوزم نمیتونستم کاملا از ذهنم بیرون کنم که این همه درس خوندن، این همه تلاش کردن هیچ وقت به نتیجه نمیرسه. هنوز فکر میکردم که باید یه چیزی رو پیدا کنم که من از این حالت بیرون بیاره. هنوز درگیری هایی داشتم با خودم، چون برام خیلی سخت بود که از آرزوهای بزرگم دست بردارم و خودم رو راضی کنم به اینکه توی همین لحظه ها زندگی کنم. اما بعد از یه مدت چیزی که علی بهم گفته بود کم کم توی ذهنم نشست. زندگی همیشه فقط اون چیزی که من فکر میکردم نیست. باید هر لحظه رو زندگی کنم. همین الان که اینجا هستم دارم با خودم حرف میزنم و یاد میگیرم که به خودم اجازه بدم که از زندگی لذت ببرم. به خودم گفتم نسرین، از این به بعد باید کمی بیشتر به خودت توجه کنی. دیگه نمیخواستم اون اشتباهات قبلی رو تکرار کنم. همیشه به خودم فشار می آوردم و از تمام لحظات و لحظه‌های خوب زندگی غافل می شدم. حالا میخواستم با علی و خودم هر لحظه رو زندگی کنم و همزمان هم به هدفم برسم. فکر میکردم شاید این بهترین تصمیمی باشه که میتونم بگیرم. با این حال هنوز هم میدونستم که باید بیشتر روی درس و هدفم تمرکز کنم. ولی دیگه نمیخواستم زندگی فقط به یه چیز محدود باشه. زندگی من داشت به شکلی متفاوت از قبل پیش میرفت. نه اینکه هیچ وقت سراغ درس نرم و از هدفهای بزرگم دست بکشم. ولی یاد گرفته بودم چطور با لحظات زندگی کنم و از هر چیزی که هست لذت ببرم. یه روز که با علی توی پارک قدم می‌زدیم، یه جوری نگاهش می‌کردم که انگار این همه وقت با هم بودیم، ولی هیچ وقت اینجوری با دقت بهش نگاه نکرده بودم. علی همونطوری که حرف می‌زد و به من میگفت که چطور باید از زندگی بیشتر استفاده بکنم، منم توی ذهنم با خودم میگفتم که چقدر اشتباه کردم که همیشه فکر می‌کردم زندگی فقط درگیر درس‌ها و دانشگاهه. علی میگفت نسرین، زندگی یه کتابه که همیشه نباید در مورد آینده باشه. باید هر صفحه‌شو زندگی کنی. حتی اگه یه روز توش هیچ چیزی از کتاب‌های درسی نباشه. این حرفش خیلی توی ذهنم نشست. همون موقع یه فکر توی سرم اومد که میخواستم بهش بگم. از علی پرسیدم خب حالا که همه اینا رو میگی،
باید همزمان با درس‌ها زندگی رو هم تجربه کنم. علی جواب داد: آره دقیقاً. به قول معروف یه روز باید برای خودت زندگی کنی. حتی اگه میخوای شب بگردی و درس بخونی، باید به خودت اجازه بدی که از همین لحظه استفاده کنی. خیلی این حرفا به دلم نشست. خودم رو یه جورایی به چالش کشیدم که چرا همیشه باید توی مسیر تکراری فقط درس بخونم. به خودم میگفتم مگه نمیشه یه راه دیگه هم انتخاب کنم؟ و درست همونجا بود که برای اولین بار یه حس جدید توی دلم به وجود اومد. چند روز بعد باز هم با علی بیرون بودیم. این بار یه نمایشگاه هنری رفته بودیم. هیچ وقت فکر نمی‌کردم از دیدن تابلوهای هنری لذت ببرم. ولی وقتی وارد نمایشگاه شدیم، شروع به دیدن تابلوها کردم. حس خاصی بهم دست داد. احساس کردم برای اولین بار از یه چیزی که به هیچ وجه بهش فکر نکرده بودم لذت میبرم. علی با دقت به تابلوها نگاه میکرد و میگفت: نسرین، توی این تابلوها یه دنیایی هست که به راحتی نمیتونی ازش بگذری. این لحظات هم مثل همون کتابهایی که میخونی ارزشمندن. اون موقع بود که فهمیدم علی راست میگفت. وقتی به خونه برگشتم به خودم گفتم که زندگی توازن بین درس و لذت هست. شاید روزگاری منم بتونم به یه جایی برسم که هم توی تحصیل موفق باشم، هم از زندگی و لحظه ها لذت ببرم. این تغییراتی که توی ذهنم ایجاد شده بود خیلی طبیعی نبود، چون همیشه فکر میکردم باید یه جای سرم رو بذارم توی کتاب ها، به هیچ چیزی جز موفقیت توی دانشگاه فکر نکنم. ولی حالا به خودم میگفتم که میشه یه مدل جدید از زندگی رو پیدا کرد که توش هم موفقیت در تحصیل لذت برد و هم از زندگی و تجربیات. همه اینا باعث شد که یه تغییر عمده توی زندگیم ایجاد بشه. توی اون مدت هم درس میخوندم، هم میرفتم بیرون، هم با علی وقت میگذروندم و هم به خودم فرصت میدادم که از دنیا چیزای جدید یاد بگیرم. درست بود که بعضی وقتا به خودم میگفتم که باید بیشتر تمرکز کنم، ولی همزمان با اون میدونستم که هیچ چیز ارزشمندتر از این نیست که از همین لحظه ها استفاده کنم. یک روز دیگه علی به من پیشنهاد داد که یک کار خلاقانه رو با هم شروع کنیم. به من گفت: نسرین، میدونی چی میخوام با هم یه پروژه فرهنگی رو شروع کنیم. یه چیزی که بهمون انگیزه بده و بتونه دنیا رو تغییر بده. این خیلی برای من تازگی داشت. یه پروژه فرهنگی. من همیشه توی دنیای خودم بودم، ولی این یه قدم متفاوت بود. گفتم: واقعا؟ از کجا باید شروع کنیم؟ علی با یه چشمک گفت: هر جایی که بخوایم میتونیم شروع کنیم. فقط باید شروع کنیم. اولش خیلی نمیفهمیدم که چی میخواد بگه، ولی کم کم بیشتر تو این ایده فرو رفتم. شروع کردیم به جمع‌آوری ایده ها. اولین چیزی که به ذهنمون رسید برگزاری یه سری کارگاه‌های آموزشی برای جوان‌ها بود. دور هم جمع می‌شدیم و ایده ها رو بررسی می‌کردیم. این کارگاه برای من یه تجربه جدید بود. خیلی بیشتر از اینکه به دانشگاه برم و کتاب بخونم، از اینجا یاد می‌گرفتم. با آدم‌ها صحبت می‌کردم و با استادای مختلف بحث می‌کردم و حتی بچه‌های کوچیک رو می‌دیدم که با شور و شوق میومدن و یاد می‌گرفتن. اون موقع بود که فهمیدم توی این دنیا خیلی چیزا هست که نمیشه با خوندن کتاب‌ها یاد گرفت. ولی همه چیز هم خوشایند نبود. یکی از چالش‌هایی که داشتیم این بود که خیلی از آدم‌ها حاضر نبودن که از ایده‌های نو استقبال کنن. یکی از روزها که توی یکی از کارگاه‌ها بودیم، یکی از شرکت‌ها به علی گفت که اینها چه فایده‌ای داره؟ اینجا همه ما داریم وقت خودمون رو هدر میدیم. و این جمله خیلی منو یاد گذشته مینداخت. یادم افتاد که من هم زمانی اینطور فکر می‌کردم. همیشه فکر می‌کردم هر کاری باید یه نتیجه عملی و کاربردی داشته باشه. ولی علی جواب داد: شاید الان نمیفهمید، ولی همونطور که با گذشت زمان یاد گرفتیم که از لحظات لذت ببریم، اینجا هم چیزی یاد میگیریم که هیچ وقت نمیتونیم با هیچ چیز دیگه‌ای به دستش بیاریم. بیشتر اوقات با علی حرف می‌زدیم و می‌فهمیدیم که خیلی از مفاهیم زندگی به همین سادگی‌ها تغییر می‌کنه. خیلی از اتفاقات جدید برام توی این دوران پیش اومد. هیچ وقت انتظارش رو نداشتم. از کتابا و درس‌ها فاصله می‌گرفتم و بیشتر به دنیای اطرافم توجه می‌کردم. خیلی چیزایی که قبلا فکر می‌کردم بی اهمیتن حالا برای من مهم شدن. کم کم کارگاه‌ها بزرگتر و معروف‌تر شدن. بیشتر آدم‌ها میومدن و حتی از شهرهای دیگه برای شرکت توشون میومدن. این تجربه‌ای بود که هیچ وقت از دست ندادم. بعد از چند ماه خودم هم متوجه تغییرات بزرگی توی زندگیم شدم. دیگه اون آدمی که همیشه فقط درس می‌خوند و فکر می‌کرد که زندگی یعنی رسیدن به یه هدف واحد نبودم. زندگی همزمان میتونه از لحظات لذت بخش و از درس‌های ارزشمند تشکیل بشه. این تغییرات باعث شد که به خودم و زندگیم نگاه متفاوت‌تری داشته باشم.
که بتونم پیشرفت خودم و عزیزانم رو با همدیگه رقم بزنم و همزمان توی لحظات حال زندگی کنم.